سلام بچه‌ها، چطورید؟ خیلی خوش اومدید به این ویدیو. امروز میخوام من آبروی خودمو ببرم. حالا میگید چطوری؟ خب براتون توضیح میدم. بنده 5 سال یا تقریبا 6 سال پیش کلا از اون تایم علاقه داشتم که یوتیوب و این چیزها رو اصلا شروع کنم و خب اون موقع من تقریبا نمیدونستم توی یوتیوب اصلا چنل بزنم، خیلی بچه بودم. برای همین توی چی من این کارو شروع کردم؟ توی آپارات لعنتی. حالا اون تایم آپارات واقعا بد نبود. باز یه چند تا ویدیوی کشتی کج بود، خیلی بهتر بود تا حالا. من امروز میخوام بعد همون 5 سالی که ویدیو رو آپلود کردم میخوام برم ببینم چه ویدیوهای سمی بودن اونا. خب و هیچی هم اصلا ازش یادم نیست که در مورد چی بود. یادمه فقط در مورد گیم بود، همین. چیزی خارج از این نبود. یه چیزای ریزی یادمه، امیدوارم اشتباه باشه. خب این چنل منه که برای همون 5 سال قبله و اینم اولین ویدیویی که من توی زندگیم گرفتم و اگه دقت کنید همش عدم انتشار شده دیگه. و اسم چنل اگه دقت کنید چی بوده؟ سامورای 357. اما این اولین اسم چنل نبود. من از اول با یه چیز خیلی رندوم شروع کرده بودم به اسم MMSS43. اولین ویدیو رو که من دلم میخواد بذارم، آخرین ویدیویی که میخوام ببینم اینو میخوام ببینم. این تابنیل لعنتیه، اینو بذار یه لحظه. ای والله قیافه رو حداقل بک‌گراند رو پاک میکردم. 2000 دقیقه واچ تایم این ویدیو بوده فقط. سلام، چطورید بچه ها؟ خوش اومدید به این ویدیو سامورای. یه نظر دارم، بیا تو روبیکا بهت بگم. سلام، چطورید بچه ها؟ خوش اومدید به این ویدیو سامورای هستم و توی ویدیو قرار با آره اینجا سامورای بودم. موزیکای بک‌گراند و وای، این موزیکا اون تایم هم بیشتر اینا بود دیگه. و ببخشید من قانون هرچی استو رو من اینجا رو تختم، رو همین تختم اینجا دقیقا همینجوری لش کردم، اینجوری نشستم، گوشی رو گرفتم، تمام دارم ویدیو میگیرم به کیفیت کاملا داغون و کلی لپ. میذاشتم پارت دوشو نمیذاشتم چون فضای خیلی خوبی نداشتم. فضا شدم بازی رو پاک کنم. وای. من یه رم 32 گیگ پرزورت قوی خریدم و دیگه من ادامهشو اسکال اون گوشی قدیمی خب کلا خیلی فضاش کم بود، یعنی تا یه سال پیشم هنوز من اون رو داشتم، خیلی فضاش داغون بود. من ماینکرافت رو نصب می‌کردم، ویدیو هم می‌گرفتم دیگه. این برنامه‌ای که من باهاش رکورد می‌کردم حالا آرمش این گوشه هست، نمیدونم کدومه. خب این رم رو ساپورت نمی‌کرد، با اینکه من رم خریده بودم و اون رمه عملاً هیچ کاربردی نداشت. حالا من چرا اصلا سیوای قبلیم پاک شد؟ من حافظه نداشتم همزمان هم ویدیو بگیرم هم ادامه ماینکرافت رو برم دیگه. میرفتم کلا هر چی دیتا همیشه داشتم توی فایل منیجر رو پاک می‌کردم و نمیدونستم هم سیوای ماینکرافت کجاست، اونم باهاش پاک می‌کردم هر بار. و اگه یه لحظه اینجوری من بذارید یه لحظه دقت کنید، آموزش ماینکرافت تازه اینجا چیه؟ اورویال. ای بلا یه دونه. خب این پارت یک بعد دوباره پارت یک. حالا اینجا پیشرفت کردم تا 2 رفتم، ولی خب هرچی. سنسورم بالاه. سنسور سنسیویتی منظورمه. تازه دوباره نصبش کردم چون خیلی ایشالا این موزیک کپی رایت نداره. بازی کنم و دیگه حذفش کرده بودم. ایوه حوصله نداشتم حذفش کردم. ویدیو مهم نیست ها، همینجوری حذف کردم. خیلی خوب بود. الان که بخش من مجبورم تصویرمو بعد نمیدونم چند روز هر جا مخواستم ویدیو رکورد کنم تصویرم لگ میشد مجبور. ای بلا مرسی از ادیت. فاکینگ ادیت های 5 سال پیش همین بوده. برکلا مرسی از بیت ریت ویدیو. مثلا FPS 23. مگه رفتم سالن ورزشی؟ این چیه؟ این چه آهنگیه؟ تو خدا این صدا خب آیرونه. برکلا مرسی از نت. what the fuck این چی بود؟ من این آهنگو اون موقع گوش میدادم. من چرا قدر تخت دارم؟ مگه رفتم ویلیج؟ بذار بریم یه ویدیو ببینیم که ای الله مرسی دمت گرم. وای این موزیکا. اپیکور چی میگفت؟ یه مگاهیت پارسالیپ. ای ول اسم میکردم خفنم. موزیک پارسالیپو گذاشتم روی ویدیو، اونم گیم پلی که هیچ ربطی به یک نداره و وای موزیک رندوم ویدیو. ایار اینا رو من از برادر عزیز یوتیوبر شو یاد گرفتم اون تایم و همین دیگه. این عکسو من توی گوگل دانلود کردم، بذار ببینم پیداش میکنم. تو رو خدا من اون عکس لعنتی رو پیدا کنم با جزئیات بیشتر بنویسم.
ایناش. من همینو مستقیم برداشتم، همینو گذاشتم روی چنلم. اینا اولین گیم پلی بازی پت اومد، بازی که بچه بودم میکردم، یادش بخیر. اسکرگریه. نو من میگم برگردم آپارات. با کی 9K ویو خورده این 92 تا لایک. معروف بودم، خیلی معروف بودم. بذار کامنت ها رو ببینیم. اول اینترو رو با پارگی خودم ساختم، ولی الکی XD بابا XD که اوکی اون چیزی نیست، ولی خودم پیام تو پاک کردم. مرسی بد نبود. با کیبورد به فارس. ایوالا برادر گل، من هنوزم باهاش رفیقم الانم. مرسی که ویدیومو بازنش کردی، خیلی ممنون. ایسی یه ویدیو گذاشتم ساش، مرسی. مرسی از لقبی که داشتم، مرسی از ویدیوهای این طرف. مرسی از جارو برقی عزیزم باشین، لوله جارو برقی رو. سلام بچه‌ها، چطورتون؟ حالتون خوب باشه؟ خیلی خوش اومدید به یه ویدیو. مردم لد یه کات میزدی کلن 2 کلمه حرف زدم، گفتم سلام بچه‌ها رو رفتم تو نفس گرفتن. نگاه لحظه. سلام بچه‌ها، چطورتون؟ حالتون خوب باشه؟ خیلی خوش اومدید به یه ویدیو کنیم که من بچه بودم بازی میکردم. الان اینجا خیلی بزرگی دوست گرامی. چقدر پیشه این؟ من این رو لایک کردم خودم. شد 5 سال پیش. وای خدا یادش بخیر چقدر بچه بودم بازی میکردم. یادش بخیر بچه گیم پت اومد گیم پلی. یادش بخیر. بدونم تو خدا تو یادش بخیر چه خبره. کلیپ تیپ ایول تیتراژ خاطره. یادش بخیر HD. اوه فول HD ویدیو رو آپلود کردم، با اینکه کل ویدیویی که رکورد کردم حتما با 480 بوده. و این گیم رو همه شو داد کرد شد چه تی گفتم. خب منطقا کپی رایت میخوره، فقط نگاش میکنیم موزیکو نمیبینیم. دیوالا اینو یادم من از یه سایت ساختم. یه سایتی بود همه اون موقع انتراژشون رو از اون میساختن. اینم از همونه. یعنی من خب سر ادیت این یه زحمتی ندادم که اینو درست کنم. خب تصویرم کامل گوشه بالا نیست. دوباره این ویدیو رو ضبط کردم و بند کن. نه اسمشم درست گفتم یا نه. هر دوبار مشکل داشت. دوبار این ویدیو ونکوور چی؟ دوباره این ویدیو رو ضبط کردم ونکوور. هر دوبار مشکل داشت. مشکل هم داشت. ایول بعد وقتم مرد نسته. چقدر 15 ثانیه گذاشته. با اوکم این ویدیو رو ضبط کنیم ساعت 12 شب. من از 12 شبه؟ بابا دروغ نگو. من اون موقع اصلا 12 شب بیدار نبودم. چرا دروغ میگی؟ قیافه اینجوری اصلا دقیقا اینجوریه. رفتم پایین. نه این بار دیگه ردش کنیم، اسکیپ کنیم. من میگم توضیحش چه بود. دمت گرم. حوصله ندارم ببینم. یه ادیت یه کاتی بزن لباسا رو. ما خب میخواستم برم بیرون. ما پت اومد. مد دمت گرم. میخواستم برم بیرون. داشتن از در میرفتم بیرون با ماشین. یه سنجاق بود اومد روی این طرف این لاستیک ماشین که نه بابا زیرش اینجوریه. میدونستم کار خودشه. نمیدونم چرا معلوم نیست بعد موقع مشخصه. اینم پنچر شد دیگه. ای بابا آوردنش تو. متاسفانه پنجر شد. دمتم گرم. خیلی مهیج. بسته این کار 9 دقیقه برداریم. اونو از پنجره در بیار. انقدر خوابت میاد. انقدر بابا شب نیست. ماره بابا خدا بعد از این سراغ مرحله بعدی. Hey yo man, what the fuck is going on? What the wrong? تا الان صدا گیم نبود. ماشیده چیکاری کنیم زیر دستم بردم موزیک دیگه. برو خودت. مرسی از راه رفتن برادر مد.
یه بار دستم خور روی این. یادم رفت آقای اسمش چی بود؟ اسمش یادم رفت. بگو نشوین این چی بود؟ من اینا رو میگرفتم فکر میکردم خیلی با نمکم. این شما و این آقای ای بله این آقا اومده تو برنامه‌مون. این چقدر بدون یه لحظه به نظرتون این شبیه برادر عزیز ریچ نیست؟ وقتا این عکسش خیلی یکیه، انگاری یکیه جدی. با تو فکر چرا خودش شبیه؟ چرا خودش شبیه یکن؟ این شما و این آقای این لباس منه؟ او خیلی بزرگ نیست برای منه یا این کته؟ این چی؟ خیلی بزرگه برای من. اوچر دیدی چقدر فنی هم. اسمش اینه اون اسمش اونه نمیدونی اوه سنون رو داریم خدا. من چرا این ویدیوها رو گرفتم و خدا رو شکر من نرفتم توی ویدیوی یوتیوبرها که میرفتن آپاراتورها رو مسخره میکردن. خدا رو شکر با اینکه خودم الان دارم این کارو میکنم، ولی اگه بودم خیلی بد میشد، خیلی بد میشد. من یه دونه اوترو داشتم، اونم از با سایت ساخته بودم. آهنگش حس کنم برای اسنوپ داگ بود. بذار ببینم اینه. یه از این تایملاین اینجا رو ببین، میاد 9:40 تا 11:50 ویور عزیز فقط داره موزیک گوش میده. ببینم خودشه. بنگری بود داره برای اسنوپ داگ. کلی دایمن پیدا کردی. من حس کنم چیت زدم، شک ندارم حس کنم چیت زدم. بذار چطور بچه ها خوش اومدید به این ویدیو. سامورایی هستم و توی ویدیو قرار با بریم پارت این باگ گرفت اینقدر این داشت. آره بابا آره داشت خیاره. 64 تا کامپس چی بود اینا اصلا؟ چرا به فارسی شو یادم رفت. قطب نما. آره 64 تا قطب نما باگ شده به هم داد. آره انجام بدیم دوستان. اگه کوین هارت چی میگه؟ همه گاه بودیم 64 یه استک کامل شرم یه لحظه فقط حرف زدن رو ببین. گاه بودیم 64 یه یه استک کامل شرم گرفتیم و اصلا هم خیار نیست اینا، اصلا چیت نیست. و چرمان داشت خب یه دونه اسکلتون تو رو زد دیگه. الان اینقدر اینجوری نه چیه خوبی داشت. عشق منی اوجی میم گولد بات گولد. واقعا میمای قدیمی هیچ وقت رو دستش نمیاد. بابا بیخیال. آره خیاره. آره بابا آره بذار یکی 2 تا 3 تا ماینکرافت 4 یک 15 بازی کردم 5 اینقدر 6 تا ندیدم. نگاه 18 تا فقط دایمند. Really nigga. واقعا فکر کردی این نفسم گرفت دیگه. این 296 نفری که دیدن خرن برادر عزیز چجوری صحنه رو تند میکنی. اون 64 این فهمید. ای زرنگ. ببین اینا زرنگن. خب تو خودت خری بابا. ای بر همین کل ریاکشن برا 18 تا دایمن. بابا ای بر بابا کی فکرشو میکرد. جون آهن کل این ویدیو من بودم. بابا بی خیال. ای والا من اصلا هورا پورتال نداره جون برهم بوده این ادامه ندادم من. پس رقه بالا کنار پورتالت. نه تو فقط تو لاوا نمیرم. آفرین. خب اینجا باسکن گوشه. برو اون داخل مردم. گفتم برو اون داخل. ای بابا لازم شد پورتالت. باید با گوشی قدیم دوباره ماینکرافت فله بدم. نگاه چیت داره. جون
آره دارم میبینم کور نیستن. نگو اسپانر کریپر اسپانر اسنایپر چی؟ نگو اسپانر کریپر اسنایپر کریپر نه ها، اسنایپر کریپر. مثلا این موجود اسمش کریپر نیست. نگو اسپانر کریپر اسپانر کریپر دوبارم گفتم اون اسپانر کریپر نمیدونم. 3 تا. خب وای این لعنتی من منتظر این بودم. من تو این ویدیو از چی استفاده کردم؟ پرده سبز. حالا پرده سبز که نبود، رفته بودم مقوای سبز خریده بودم. سلام اینا چطور شد. بچه ها، خوش اومدید به و اینم با تصویر من با گوش پدرم این ویدیو گرفت. سامورایی دم هستم و خیلی تو این ویدیو پایینم. قراره با هم تو این ویدیو بذار من اینجوریم. اصلا نمیدونم فکر نکنم مشخص باشه. بذار اینجوریم. رفتم اون پایین گوشی رو رفتم برای خودم دارم گیم میزنم. همین. اصلا صدا میاد. بریم بازی بولی را بریم انجام بولی بدیم. چرا از وسطش؟ و خب من قبلا نیکم بازی کردم خاک تو سر چرا از وسط گیم یا و خب رکورد میخوایم میکنی؟ از اول دوباره از اول این موزیک 100% کپی رایت میخوره. ریدم در چه موزیک استفاده میکنی؟ با بیت ریتو ریاکت کاملا واقعی. اصلا من این گیمو قبلا تمام که نکردم، هیچ موقع بازی نکردم. اصلا من این صحنه ها رو ندیدم. کاملا قیافه واقعی، ریاکت واقعی. چشا رو الان این خیلی واقعی بوده. فکر نمی‌کردم ویدیوهام این چرا این طرفیه. فکر نمی‌کردم ویدیوهای من انقدر جناب یوبسم. این چه کاری بود؟ فلایت ریاکت. خب چند سال پیش این کارو کرده نمیدونم، ولی من که بوده 5 سال پیش من توی ویدیو زبونمو در آوردم. خب یعنی من حتی از فلایتم قدیمی ترم. میما اصلیش برای من نگاه. چرا من این کارو کردم؟ خب به چیزی که بالاخره از اول ویدیو خودم منتظرشم رسیدم. ویدیوی اولم و من تنها چیزی که در مورد ویدیو اول یادمه اینه من در اتاقم باز بوده تو این ویدیو و اینجوری حرف می‌زدم. سلام بچه‌ها چطورید؟ خیلی خوش اومدی به این ویدیو. حالا بازی هم بلنده. بازی خیلی بلندتره از چیزی که فکرشو می‌کنید. الان توی خود ویدیو میفهمید این چه لعنتی و رزولوشن و همینجوری که ای والله. چیه این اینترو آروین گیمر لایک میت وید. خب بابا به خدا کاری نداشت اصلا یه دونه مستطیل سیاه میذاشتی اینجا، یه دونه مستطیل سیاه میذاشتی اینجا، اینو برمی‌داشتی حداقل تو اینترو. تو بقیه ویدیو اوکی. چرا دو تا این برنامه دیده انگاری دارم میبینم مثلا نمیدونم ویدیو مصاحبه دارم میبینم با این آهنگ اینترو یا آنباکس یه چیزی. خب نه ویدیو خیلی سم. امروز اومدیم یه لباس تنتی میکردی ریدم دهنتی. تلگرام شاید وی ایمو واتس او تایم مومو رر مایکت. این چیه؟ این پی دی اف رو پی دی اف بودین مبزین هم رو بل کروم مایکرم چطوری بچه ها؟ خیلی دیگه با نمک و با انرژی. سلام چطوری مچ؟ امروز اومدیم با گیم پلی. چی؟ چطوری بچه ها؟ امروز اومدیم دایم واقعا دایم خیلی دایم با گیم پلی بازی ماینکرافت سوروویال اسمو بید پارت یک پارتای بعدیشم میذارم. اومدیم با ماینکرافت سوروویال پارت 1. پارتای بعدیش میذارم. نگاه درگاه دست رو ببین اینجا همش مفهوم پشتشه. نگاه پارتای بعدیشم میذارم. یه تا هر جا که میتونم ادامهش رو میدم و میذارم. آره بابا خیلی تا جا که تونستی ادامه شو دادی. امیدوارم که
مثل از موزیک زیبای بک هیچی ولش کن. خودم رو میکشم بعد این ویدیو. خیلی با نمکیاله. برو توی گیم. میرین تو بازی. Let's go. خب خفه شو. من لپتاپ کات کنم. کات کنم چون رفتم ریسه اون پشتم این نه یه روسه از اون ریسه لامپ لابی کوچیکا از اونها پشتم روشن کردم رفتم جلوش نشستم میگی نه 3 2 1 دیاله. این همون گوشی که من این ویدیو رو باش گرفتم اینجوری بودم. امروز میخوایم بریم ماینکرافت بزنیم تموم. همین 5 10 15 20 25 30 35 40 جاب اسکر میزنم. اوه الله چیه؟ از هر چی گیم ترسناک پلی دادم این صحنه ترسناک تر بود. برید از بک‌گراند. چرا شبیه خوکم؟ اوه من اینا رو پاک میکنم. این اسکین شد هل نو. ببین یه لپ اینقدر خوب اومده افتاده روی دوربین با یه دماغ از زیر که داره مشخص میشه و با یه صدایی که میگه آره همین با این صدا دقیقا همین جوری. یا تقریبا یه دقیقه تو لودینگ بودیم. چی دارم میگم؟ بارکلا داشت کوشم من کوم یعنی فاکین تا آخر ویدیو من یه چیز سیاه هم خب واقعا هم سیاه هم خب کاشکی من توی این چنل ویدیو کشتی کج آپلود میکرد. اون چنل آپلود منظورمه کشتی کج آپلود میکردم خیلی سنگین تر بود تا این لعنتی. نامیدم از خودم نامیدم با اینکه میدونم چند سال دیگه 3-4 سال دیگه من میام الان خودم رو باز مسخره میکنم ولی نامیدم. صدا تلویزیون و what the fuck. وای خدا رو شکر هیچ کسی اینا رو ندیده. اگه اون 73 نفری که این ویدیو رو دیدن و یک نفرشون الان داره منو بیره داشت من شرمندم. من واقعا شرمندم. بذار من یه لحظه چرا حس کنم یه چیزی شنیدم. پدرم بود گفتم نیادم ویدیو رو کنم. چی گفتم من دوباره یه لحظه دوبار دوباره هم گفتم دارم ویدیو میگیرم. فکرشم نکنم بیشتر از این لعنتیو ادامه بدم. خب تا همینجاشم به اندازه کافی هم حالم دیگه از خودم داره به هم میخورم. اون ویدیوهایی که من میذاشتم من فکر نمیکردم تا این حد باید باشه. جدی فکر کردم باز کم بهتره. تا من بعضیش هنوز ندیدم این باز کامل نبود. در کل که من گذشتگی خیلی داغونی داشتم نمیخوام بهشان دیگه فکر کنم. میبینمتون. خدافظ.